سلام، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. آوینا زرابی هستم، مدرس گیتار. با جلسه دیگر از جلسات آموزش گیتار در خدمتتون هستم. توی جلسات گذشته شما روی تئوری مقدماتی موسیقی در واقع کار کردید، با تئوری مقدماتی موسیقی آشنا شدید، سیم‌های ملودی و باس رو یاد گرفتید، قسمت‌های مختلف گیتار رو یاد گرفتید، نوت‌های سیم‌های ملودی و سیم‌های باس و طریقه نواختنشون، تمرین‌های مربوطه رو انجام دادید و بعد از اون به یادگیری فرت‌های مربوط به سیم اول توی پوزیشن یک گیتار قسمت سردسته پرداختیم که سیم اول سیم می بود، فرت اول فا و فرت سوم سل. امروز میخوایم در مورد سیم دوم گیتار و فرت‌هاش بدونیم. اینکه سیم دوم، سیم آزاد دوم سی هست رو به خاطر دارید. حالا میخوایم بدونیم فرت‌هاش چی هست. بعد از سی نوت دو رو داریم. از اونجایی که فاصله بین نوت سی تا دو نیم پرده هست، دو دقیقاً فرت اول سیم دوم قرار میگیره. یعنی به این ترتیب شما در واقع فرت اول سیم دوم رو که به این صورت فشار بدید و با پیکتون روی سیم دوم ضربه بزنید، صدای نوت دو رو میشنوید. و چون دو تاره فاصله یک پرده هست، میدونیم که هر فرت تا فرت بعد گفتیم فاصلش نیم پرده است. پس وقتی دو تاره فاصله یک پرده داره، نوت بعدی که ره هست فرت سوم قرار میگیره. انگشت ها این بودن 1 2 3 4. دو رو با انگشت یک به صورت عمودی فشار میدید، ره رو با انگشت سه به صورت عمودی. وقتی اینا رو فشار میدید و به سیم دوم ضربه میزنید، صداشون رو به خوبی میشنوید. پس سی شد سیم آزاد دوم. وقتی فرت اول سیم دوم فشار بدید دو و فرت سوم سیم دوم ره. سی دو ره. قبل از اینکه بریم سراغ تمرین مربوط به سیم‌های دوم، لازم هست که یه موضوعی رو با هم یاد بگیریم. میخوایم بدونیم نوت‌های نقطه‌دار چی هستن. نوت‌های نقطه‌دار یا داتد نوتس در واقع نوت‌هایی هستن مثل همون گرد و سفید و سیاهی که بلد بودین. وقتی یه نقطه سیاه توپر سمت راستش قرار میگیره بهش میگن نوت نقطه‌دار. یعنی مثلا این نوت گرده، به این میگیم گرد نقطه‌دار، سفید نقطه‌دار، سیاه نقطه‌دار، چنگ نقطه‌دار. پس میشن نوت‌های نقطه‌دار. حالا وقتی نوت نقطه‌دار میشه چه اتفاق میفته؟ نصف ارزش زمانی اون نوت بهش اضافه میشه. مثلا نوت گرد ارزش زمانیش 4 ضرب بود، گرد نقطه دار میشه 4 به اضافه نصف 4 که میشه 2، یعنی 4 به اضافه 2 6. پس صدای گرد نقطه دار 6 ضرب ممتد باید شنیده بشه. سفید نقطه دار، سفید خودش 2 ضرب بود، پس سفید نقطه دار میشه 3 ضرب، چون نصف 2 1، 2 به اضافه 1 3. سیاه نقطه دار، سیاه خودش 1 ضرب بود، نصفش هم بهش اضافه میشه، پس سیاه نقطه دار میشه 1.5 ضرب. چنگ نقطه دار، چنگ نیم ضربه و وقتی نقطه میگیره نصف خودش بهش اضافه میشه، یعنی چنگ نقطه دار میشه 3/4 ضرب. بریم سراغ نوت‌های سیم دوم. سی که گفتیم سیم آزاد دوم هست، نوتی بود که روی خط سوم خطوط حامل قرار می‌گرفت. بعد از سی دو رو داریم، چون بین سی تا دو فاصله نیم پرده است، دو میاد فرت اول سیم دوم قرار میگیره. پس فرت اول سیم دوم میشه نوت دو و روی خط چهارم نوت ره هست که فرت سوم سیم دوم هست. پس سیم آزاد، فرت اول، فرت سوم، اینها هم که شماره انگشت هستن. تمرین های پایین صفحه تمرین گرد و سفید و سیاه هست که مثل همیشه تمرین میکنید. گرد 4 ضربه 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، یعنی باید اجازه بدین صدای هر نوت 4 ضرب به گوش برسه. سفیدها 2 ضربی بودن، 1 2 3 4، 1 2 3 4. نوت های سیاه 1 2 3 4، 1 2 3 4. به همین ترتیب.
چند تا تمرین توی صفحه بعد دارین که انجام میدین. تمرین 1 و مردان شاد. توی این صفحه این 2 تا آهنگ رو تمرین کنید برای یادگیری سیم دوم کفایت میکنه. تمرین اول سی هستن این 2 تا، دو ره، یعنی سی دو دو ره ره دو دو سی دو ره دو سی ره دو. و دقت بفرمایید که کسر میزان 4/4، پس تو هر میزان 4 ضرب داریم. جای نوت ها رو هم که بلدید. توی آهنگ مردان شاد ما با نوت نقطه دار مواجه میشیم، سفید نقطه دار، که متوجه شدیم سفید نقطه دار 3 ضربه، یعنی صدای این نوت باید 3 ضرب ممتد شنیده بشه. کسر میزان 3/4، پس تو هر میزان 3 ضرب داریم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. قطعی از سمفونی شماره 9 بتهوون. قطعاً لودویگ وان بیتهوون رو میشناسید. نوازنده پیانو، آهنگساز به نام کلاسیک. دقت بفرمایید که توی این آهنگ ما با سیاه نقطه دار مواجه میشیم. معمولا سیاه نقطه دار در کنار یه چنگ دیده میشه و این 2 تا روی هم میشن 2 ضرب. شمارشش رو با هم چک کنیم. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و یه بار دیگه این میزان چون 1 ضرب و نیمه میشه 1 و 2 وش میاد واسه این چنگه. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و به همین ترتیب شمارش رو ادامه میدین. لطفاً حتما تمرین ها رو به خوبی اول سعی کنید از روی نوت هاش بخونید، ارزش زمانیش رو رعایت کنید و بعد به خوبی انجامشون بدید. سیم دوم و تمرین های مربوطه. سیم آزاد دوم، دو فرط اول سیم دوم، بله فرط سوم سیم دوم. دقت بفرمایید که انگشت شستتون حتما پشت فرط دو حدوداً قرار بگیره و جابجاش نکنید، یعنی برای جابجایی نوت ها فقط انگشت 1 و 3 رو تغییر میدید. نیازی به جابجایی شستتون به این شکل نیست، پس ثابت میمونه. نوت ها رو به ترتیب دو ره دو ره سی دو ره ره دو سی. یه کوچولو اینو تمرین بفرمایید که دستتون آماده بشه برای اجرای تمرین ها. تمرین اولمون نوت های گرد هستن. بشنویم صداشو. حتما شمارش رو ذهنی داشته باشید. 1 2 3 4. تمرین بعدی نوت های سفید، هر کدوم 2 ضرب هستن. نوت های سیاه. صفحه بعدی تمرین اول. آهسته تر.
آهنگ مردان شاد یا The Merry Men آهنگ فوق‌العاده زیبایی هست دیگه. شما کم کم ملودی های به گوش آشنا رو شروع میکنید به نواختنشون. بشنویم مری من رو. کسر میزان 3/4 هست، پس توی هر میزان شما 3 ضرب دارید. همونجوری که متوجه هستین توی این تمرین ما با نوت سفید نقطه‌دار مواجه میشیم که اندازه زمانش باید 3 ضرب بمونه. تمپو بالاتر، همین آهنگ با تمپو یا سرعت بالاتر. آهنگ زیبای سمفونی شماره 9 از بتهوون. توی این تمرین شما با سیم 1، 2 و فردهاش در واقع کار دارید و سیم آزاد 3 نوت سل که قبلا یاد گرفتید. دقت بفرمایید که توی این تمرین سیاه نقطه دار داریم. میدونیم که سیاه نقطه دار 1 ضرب و نیم هست. خط اول میزان آخر یه نوت می سیاه نقطه دار دارید، پشت سرش یه چنگ. معمولا سیاه نقطه دار رو ما در کنار یک چنگ میبینیم که روی هم دیگه 2 ضرب رو کامل کنن. حتما سیاه نقطه دار اول رو به شکل داون اجرا کنید و چنگ بعدی رو به صورت آپ. پس میزان آخر خط اول شمارشش به این صورت میشه 1 و 2 و 3 و 4 و سفید بعدی رو داون اجرا میکنم 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و آهسته تر 1 و 2 و 3 و 4 و داون آپ داون. سمفونی شماره 9 رو اول با تمپو پایین و بعد با تمپو بالاتر بشنویم. با تمپو بالاتر امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه و سیم 2 رو به خوبی یاد گرفته باشین. لطفاً آهنگای مربوط به سیم 2 رو که خدمتتون آموزش دادم حسابی تمرین بفرمایید و میدونید که توی موسیقی پشتکار خیلی مهمه. اون تایم تمرین شما کاملا بستگی به شخص شما داره. یعنی ممکنه یک نفر با روزی مثلا نیم ساعت تمرین بتونه در واقع درس ها رو به یه حد ایدئال برسونه، یه نفر با روزی 1 ساعت و دیگری 2 ساعت. تایم ایدئال خودتون رو پیدا کنید، یعنی به اندازه تمرین کنید که بعد از پایان هفته بتونید آهنگ ها رو به خوبی اجرا کنید. اولش خیلی نگران تمپو یا همون سرعت نباشید، نوت ها رو بتونید به درستی اجرا کنید، زمان بندی هاشو حتما ذهنی بشمارید یا پاضرب داشته باشید و نکات مربوط رو به خوبی رعایت بفرمایید
بعد از اون از یه جایی به بعد تمرینات سرعت اضافه خواهد شد و کمک میکنه که به مرور سرعتتون افزایش پیدا کنه. اول خیلی شمرده با تمپو پایین تمرینات رو انجام بدید. اگر که حالا تا اواسط هفته دیدین تمریناتون خیلی خوب داره پیش میره، میتونید بعد از اون کم کم روی تمپو آهنگا کار کنید و هر روز سعی کنید نسبت به روز قبل آهنگ‌ها رو به تمپو اصلیشون نزدیکتر کنید و با اون سرعت ایدئال بنوازید. موفق باشید، همواره سلامت، تندرست و پاینده.